ما حاضر در جایی که ایستادیم یک تاریخی مزار خوج خلاص میگوییم. اینجا مردم میبیان نیحت کرده میبیان که یک مشکلی ما آسان کنم، یک کارهای وای کنیم. گفته همین اقدام که میبیان حقیقتا به همین کارهای نیک جامعه عمل میپوشد. از همین حساب این مزار تاریخش بسیار کهنه هست. هم با آدم ها از هر جا دور و نزدیک میبیان نیحت که با ما میفخریم که جماعتی مانده همه خلق جاهای قدیم ترین هست. گفته حامل دار میشن، همین وقتی راد به مثال عذاب کشنگر همین در راه همین کلان سالا نهاد میکنن که مزار خوج خلاص بدید راه. شخصا خودی منم کلینم همین خیلی حامل دار شدیم، همینجا آب دوانده همین نیحت که بردیم گوید خلاص شد. چه باور نمیکنید بعد هم به این اقدام دهن به دهن رفت از آدمو مثال من خانه دارشی بختی دخترشون به بختی پسر گفته همینجا نیحت که میبیان. حالا یگون که شکایت نشوندیم این دادا با هم نقل میکردن انا که مویان فرزندان نبیره ها خدا خد همین نسل فهمانده تیم کی تاریخی اونجا خیلی قدیم ترین. اینجا یک پشتی آدم ها بودن خیلی ها از حیات رفتن، همه های نبیره ابیرشون حاضر در قرد حیات همه ها آمده همینجا سحر یا بید وقت یافته آمده روی چی نگاه که همین آب و دانش نگاه که بعد از خفای کارشون میرن. من قوی حشری همین محله همین قشلاق که من اینجا آباد بود این دوره قدیم ترین بود. همین کنسترکسی که حاضر بتون دیگه خیلی کردیم حاضر زمانوی با آینده با حرکت میکنیم که طریق حشر طریق همه آدمو هست نیحت میکنن که من مبلغ همینجور چخیم کنم برای خیر گفته. اینم یک کاری ثواب خدا با برکی پولش میتید.